آقایون خانوما حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من محمد حسن گل محمدی هستم و اینجا سیم بیاس. اصلا هم از کسی اسمی نرفتم سر اینترو. خب ببینید، خیلی سر این ماجرا من فکر کردم که چرا بعضی از پیجا، بعضی از کسب و کارا، بعضی از بیزنس‌ها میترکونن، بعضیا نمیتونن بترکونن. منظورم از ترکیدن موفق شدنه، منظورم از ترکیدن درآمد بالاست، منظورم از ترکیدن کلی شعبه داشتنه، فروش بالاست و برند شدنه. تو این ویدیو قرار راجع به چگونه برند شدن صحبت کنیم. خیلی همون این واقعیت رو نمیدونیم راجع به خودمون که تک تک آدم هایی که آفریده شدن یه جوهره‌ای توی وجودشون هست، یه نکته‌ای راجبش هست که اونا رو خاص میکنه. خب به این دقت نکردیم تا حالا خیلی همون. یه چیزی هست تو رو خاص میکنه نسبت به من، از من، تو رو نسبت به برادرت، خواهرت، مادرت، پدرت، رفیقات. اون چیز دقیقاً همونیه که تو نیاز داری تا برند خودتو بسازی. و یه اشتباهی که خیلی از ما میکنیم اینه که سعی میکنیم در ابتدا تقلید کنیم از مثلا موفقین عرصه خودمون، اونم 100%. ببین تقلید چیز بدی نیست، بالاخره اونا راههایی رفتن که ما نرفتیم، کارهایی کردن که ما نکردیم، به این نتیجه غالبی رسیدن. میتونیم تقلید از اونا یه سری از اشتباهاتو نکنیم یا بهتر رشد کنیم، ولی نه 100%. چی میشه که مثلا از 100 تا سوهان پزی یه دونش میشه سایدی نیا، 100 تا رستوران یه دونش مثلا میشه KFC، یه دونش میشه ارزان به حضورتون مکدونالد. چی میشه؟ حق داریم. یعنی خیلی ها نمیان راجع به اینکه چه جوری برند بسازیم با ما صحبت کنن. خیلی از ما اصلا به ذهنمون نمیرسه بریم راجع بهش فکر کنیم، تحقیق کنیم. خب چیزی که هم جا نیفتاده تو ایران. یعنی من نمیتونم حتی تو این ویدیو یه برند درست حسابی ایرانی نام ببرم. حالا شاید هم کمبود اطلاعات منه، اگه میدونید تو کامنت ها بنویسید که دلمو بهش خوش کنم، بگم تو ایران هم ما برندسازی خفن داشتیم تا الان. تو این ویدیو میخوام چیکار کنم؟ میخوام 12 تا آرکتایپ برند رو براتون شرح بدم، بهتون بگم چه جوریاست که به جای 100% تقلید از آدم‌های موفق عرصه کاری خودتون، این 12 تا رو ببینید که شما کدوم یکی از 12 تا هستید. میتونید یکیش باشید، میتونید دوتاش باشید، حالا جلوتر متوجه میشید. راجع به همون تحقیق بکنید و با کمک از آدم‌های موفق عرصه کاریتون بهتر کنید. بی معطلی بریم سراغ اول. اولین برند خالق یا کریئتور هست. اپل، مثل شرکت ادوبی، یعنی تو برندش یه حسی رو به مخاطب القا میکنه که یا مثل شرکت ادوبی با برنامه پریمیر فتوشاپ که قطعا آشناییت دارید کمک شما میکنه تا چیزی رو خلق کنید، یا مثل اپل نوآوری رو خلق میکنه. اپل چی بود؟ ایسای بزرگ میساخت. بعد استیو جابز که استخدام میشه تو این شرکت چیکار میکنه؟ یه نوآوری، یه چیزی رو خلق میکنه. اون چیه؟ یه کامپیوتر در ابعاد کوچیک‌تر میشه همین گوشی‌ها. کلا هدف آرکتایپ خالق اینه که یه چیزی رو خلق کنه که قبلا وجود نداشته. شخصیت برند شماره 2 سیج یا حکیم، یعنی همه چی دون. اولین چیزی که به ذهنم میرسه گوگل تونست یه برندی بسازه که این حس رو به همه القا کنه که آقا مثلا خودم امروز باشگاه بودم، در اومدم از مربی رفتم پرسیدم فلان حرکت چه شکلیه، گفت گوگل کن. یعنی داناتر از منم هست. چیه؟ گوگله. این برند برای دانش و حقیقت ارزش قائله. کاری که برند گوگل مثلا میکنه، به جای اینکه خودش توانمند سازی بکنه توی عرصه دانش، چرا سختم صحبت میکنه، به جای که خودش اطلاعات رو به مردم بده، از مردم استفاده میکنه برای درست کردن اطلاعات. هم خودش میشه حکیم، هم کسایی که توش تولید محتوا میکنن میشن حکیم. وبسایت‌های مختلف، پیج‌های مختلف، همه اینا میشن یه جوری حکیم. جسد برند شماره 3 مراقب یا کیرگیور. این برند عملاً داره بر اساس دلسوزی، کمک به مردم، احساس مادرانه، همدلی و خیریه خودش رو معرفی میکنه. مثل چی؟ مثل محک، مثل سازمان جهانی WWF. هر برند خیریه که میشناسید شماره برند 3 یعنی چی؟ یعنی مراقبه. یه برندی که خیلی شبیه به برند شماره 3 برند شماره 4، برند معصوم یا The Innocent. مثلا برند مادر طرفدار چیه؟ برند مادر طرفدار سادگی،
خوشمزگی و حفظ اصالته. برند معصوم سعی نمیکنه چیز جدیدی خلق کنه، سعی نمیکنه خودش رو به روز رسانی کنه. شخصیت برند شماره 5 دلغک سرگرم کننده. خب بهت ساده صحبت کنیم. وقتی میری تو خیابون یه کسی که نمیشناسی، طبیعتاً در برابرش گاردی داری، نمیخوای باش زیاد صمیمی بشی، نمیخوای بهش اعتماد کنی، نمیشناسیش. حالا فکر کن میری تو فضای مجازی، میری تو یه فروشگاه، تلویزیون رو نگاه میکنی، یه تبلیغو داری میبینی. چه جوری باید بهش اعتماد کنی؟ یکی از راههایی که میتونی بهش اعتماد کنی اینه که خنده بیاره رو لبات. آوردن خنده رو لبات باعث میشه که راحت‌تر اعتماد کنی، حس بهتری داشته باشی به خرید اون محصول. و همچنین خنده چیزیه که نیاز هر انسانی در طول روز. خندیدن، شاد بودن، شاد زیستن. شخصیت برند شماره 6 جادوگر یا The Magician. شخصیت جادوگر قطعاً از اسمش پیداست که میخواد یک چیزی رو ارائه بده، یک چیزی رو نشون بده که تا حالا وجود نداشته. بخوام مثال خوب بزنم براش، مثل شرکت دیزنی، انیمیشن سازی دیزنی. چی شد که دیزنی فرق کرد با شرکت دیگه؟ دیزنی از قدیم الایام داشت راجع به یه پرنسس، صدها پرنسس و صدها شاهزاده‌ای که خب هر کدوم یا با یه کسی که قابلیت جادویی داشت زندگی میکردن، یا برای به دست آوردن اون زندگی میکردن، یا اون شخصیت نمیذاره زندگی کنن. خلاصه نمیدونم، چیزایی که در حقیقت وجود ندارن تونست مخاطب رو شاد کنه، مخاطب رو میخکوب کنه تا ببینه. شخصیت برند شماره 7 حاکم یا درولر. یه سوال ازتون میپرسم، چه حسی بهتون دست میده وقتی خودروی رولز رویس رو میبینید؟ یا وقتی ساعت رولکس رو میبینید؟ نه؟ یه احساس قدرت، یه احساس، دقیقاً دارم راجع به همون احساسی که داری بهش فکر می‌کنی صحبت می‌کنم. این برند سعی می‌کنه با تولید محصولات خاص، تک و یه دونه باشه، به مخاطب این حس رو القا بکنه که تو با داشتن محصول من میتونی تو جامعه اون حسی که نسبت به خودت داری رو القا کنی. وقتی سوار رولز رویسی میتونی به دور و بر بفهمونی که آره داشت من زیاد در میارم در طول ما، پول دارم و فلانم و خونه بیسار دارم و که ماشینم اینقدره، یا مثلا ساعتم رولکسه. این برند شماره 7 بود. بریم سراغ برند بعدی، شماره 8 قهرمان یا The Hero. همون چیزی که گفتم راجع به رولکس و رولز رویس فکر کنید. حالا بیاید راجع به آدیداس و نایک فکر کنید. چه کسایی آدیداس و نایک رو پوشیدن؟ تک تک کسایی که یا مدال آور بودن، یا جام آور بودن، یا شماره 1 و 2 فوتبال بودن، یا توپ طلا بردن، یا تو بسکتبال تیمای برتر بودن. اصلا برند نایک چرا رفت با مایکل جردن قرارداد بست و یک کتونی رو ساخت که فیکش پره تو بازار و از دست این تینیجرها، یعنی خود وکیلی. چرا برمی‌داره با بازیکنای خفنی؟ مثلا نایک چرا با مسی قرارداد بست؟ چرا با رونالدو هم قرارداد بست؟ که دقیقاً این حس رو مخاطب القا کنه که آقا قهرمان‌ها از برند من استفاده میکنن. و این نکته هم بهتون بگم بچه‌ها، حالا رسیدیم به این برند، می ذهنم رسید. اگه دقت کرده باشید تو تبلیغ این شرکتایی که نام بردم هیچ وقت نمیاد بگه متریال من چیه، نمیدونم از فلان نخ استفاده میکنم، از فلان کفی استفاده میکنم، از فلان نمایش. من ندیدم حقیقتا. یکی از بهترین تکنیک‌های تبلیغات که الان یادم اومد استفاده میکنن و جوابه این که به مخاطب نتیجه رو بفروشی. یعنی تو با پوشیدن کفش نایک قهرمان میشی. برند شماره 9 همه پسند. دقیقاً نقطه مقابل برند حاکمه. برند همه پسند سعی نمیکنه قشر خاصی رو در بر بگیره. سعی میکنه با تولید یه محصولی که از فرد 70 ساله تا بچه 7 ساله بتونه استفاده کنه، همه رو راضی نگه داره. سود کم بگیره، فروش زیاد داشته باشه. مثلا شرکت شیرین عسل توی تولید محصولاتش تپه خالی نداره. هر محصولی بگید تولید کرده، هم دوستش دارن، قیمتش هم واقعا فکر نکنم بالا باشه، برند خاصی هم نیست، یعنی مثل حاکم نیست. برند شماره 10 برند یاقی یا دربل. یعنی چی؟ یعنی سعی میکنه به مخاطب بگه که آقا من اعصاب ندارم، وقتم ندارم، اومدم حقمو بگیرم و برم. یاغیگری دیگه اصلا از اسمش پیداست. مثال براتون بزنم، موتورهای هارلی هستن، از این موتوری که طرف میشونه اینقدر فرمون موتور نداره. چرا واقعا واجد فرمون باید یادم بره بچه؟
فرمون موتور رو دیدی انقدر بالا داری، طرف خسته سیه حوصله هم نداره نشسته اصلا. ببین A few minutes later. برند شماره 11 کاوشگر. کاوشگر میل زیادی داره به چی؟ تجربه های جدید، اتفاقای جدید، هیجان، بزن بکوب بشکن تای سالم بمون. مثل چی؟ مثل ردبول. مثل چی؟ مثل د نورس فیس، مثل جیپ. اینا میگن آقا بزن به دل جاده، هر غلطی دلت میخواد بکن، زنده بمون، برگردی تعریف کنی بگی چی کار کردی. این میشه برند کاوشگر. شخصیت برند شماره 12 و آخریش برند عاشق هست. مثل شرکت شنل سعی میکنه با تمرکز بر این که اوکی شما دو نفر همدیگه رو دوست دارید، حالا میخواید به هم چی کادو بدید، بیاید سراغ من، خودش تو ذهن مخاطبا جا بذاره. نه بکاره بهتر. این 12 تا آرکتایپ برند رو من براتون گفتم. باز به نظر من اگه میخوای برند تو بسازی به این توضیحات من بسنده نکن. تو الان یه دید کلی داری نسبت به 12 تا برند، الان وقتش که بری تازه تحقیق کنی واسه خودت. ولی در کل بخوام یه چیزی رو بگم راجع به استفاده کردن از این 12 تا برندی که الان میشناسی، از این اطلاعاتی که الان داری، اینه که سعی کن اینها رو انطباق بدی با شخصیت خودت. ببین شخصیت خودت تو کدوم از این استایل ها بهتر جا میگیره. هدف از ساخت برند نقاب نزدنه و خودت بودنه. یعنی تو خودت باشی آلردی در حال حاضر فرق میکنی با بغل دستیت. همون حرف که اول ویدیو زدم، لازم نیست نقاب کس دیگه رو بزنی تا موفق بشی و حتما لازم نیست یکی از این برندا باشی. میتونه برند تو ترکیبی از چند تا برند باشه. تو میتونی عاشق و خنداننده باشی، میتونی حاکم و خنداننده باشی، میتونی مثلا یاغی و خنداننده باشی، میتونی مثلا یاغی و کاوشگر باشی. شخصیت تو چیه؟ همونو بیار تو قالب این برندها و با تحقیقات فراوان تو میشی اون یه دونه کسب و کاری که بین یه عالمه کسب و کار ترکونده. اگه نظری داشتید کامنت ها حتما بهم بگو. منم با خوندن کامنتات خیلی انرژی میگیرم و قطعا کمک میکنی تا ویدئوهای بهتر و بهتر بسازم. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدی. روز و شب و عصر و صبحت بخیر باشه.